من از درد هزاره می نویسم، من از درد فرشته می نویسم، ز قلب پاره پاره می نویسم. صدایم را اگر نشنیده گیری، به فریاد دوباره می نویسم، به فریاد دوباره می نویسم. نسل کشی، بیایم فلسفه نسل کشی را ما به گونه بسیار اساسی تبیین کنیم، وضاحت بدیم که نسل کشی به معنی چی. مصداق نسل کشی از کجا شروع میشه؟ مصداق نسل کشی از زمان شروع میشه که طفل نوزاد در شفاخانه تانگتیل دشت برچی شهید میشه، به گلوله بسته میشه. مصداق واقعی نسل کشی را ما داریم، به چشم سر خود میبینیم و با دست خود لمس میکنیم. مصداق واقعی نسل کشی را ما در مکتب سید الشهدا که تعداد کثیر از دانش آموزانی که زیر سن 18 سال کودک شمرده میشد پرپر شد. مصداق واقعی نسل کشی در مرکز آموزشی کوثر دانش، در مرکز آموزشی موعود، در مکتب عبدالرحیم شهید که مصداق واقعی نسل کشیه. درد ما دردی است که ما زمانی که حادثه به وقوع پیوست در شفاخانه وطن رفتم، مادر برای من چی میگه؟ مادر برای من میگه که دخترم امروز با شکم گرسنه و لب تشنه به کورس رفت. من گفتم یک گلاس چای بگیر دخترم. میگفت نه، من مادرم امروز امتحان آزمایشی کانکور دارم، بگذار که من از امتحان خود، از آرزوهای خود، از امیال خود، از اهداف بلند پروازانه که سالهای سال در ذهن خود می پروراندم و به او آرزوهای رفیع و به او قله‌های رفیع از موفقیت برسم. مادر برای من میگه که دخترم با شکم گرسنه و لب تشنه رفت از شهرک 12 امام تا کورس مرکز آموزشی کاج پیاده میره. این درد مایه، غریبی و درماندگی را، بیکسی را ما هزارها سالیان متمادی، حداقل می که 2.5 دهه عمر دارم به چشم سر خود دارم میبینم و با دست خود لمس میکنم. غریبی و درماندگی و بیکسی دیگه شاخودم نداره. ببینین این نسل کشی به گونه کاملا طرح ریزی شده، به گونه کاملا سیستماتیک علیه یک قوم خاص، علیه یک طیف از جامعه‌ای که غیر از درایت، غیر از خودآگاهی، غیر از دانش، غیر از علم، غیر از مدنیت خواهی، غیر از صلح طلبی هیچ چیز دیگر اینا توقع ندارن، هیچ چیز دیگر. اما ما را نمیمانند. به گفته یک کسی که نوشته کرده بودن، پدر مرا در مسجد امام زمان شهید کردن، برادر مرا در کورس موعود شهید کردن، خواهر مرا در مرکز آموزشی کاج شهید کردن و من خودم را در اروپا مهاجرت کردن. درد بیشتر از چیه؟ درد بیشتر از چیه که او درد استخوانای ما را داره میسوزه. او استخوانایی که فقط به خاطر آگاهی، فقط به خاطر پویایی، فقط به خاطر ازی که ما در نیمی وطن زاده شدیم، ما در نیمی میهن زاده شدیم، بگذاریم که فردای از این وطن به شکلی که ما میخواهیم، به شکلی که ما شایسته و سزاوارش هستیم رقم بخوره. اما چی میشه؟ ما را پرپر میکنه. این مصداق واقعی نسل کشیه. بگذاریم ما واژه نسل کشی، اون مجرم، ما قربانیم. مجرم کسی است که جرم را به گونه مستقیم یا غیر مستقیم رقم میزنه، اما ما قربانیم که او جرم به ضرر ما واقع میشه، ما را میکشه، رگ گردن ما را میبره، نوزاد مرا، دانش آموز مرا، دانشجوی مرا به معنی واقعی قتل عام میکنه. بس است. من سر جهان صدا میکنم، جهانی که داد از مساوات حقوق بشری، داد از مدنیت، داد از انسانیت، داد از برابری، داد از عدالت میزنه. من صدای مرا بر از اونا میرسانم. نه همیشه میگم بگذارین که من درد دل خود را، درد دل میلیون ها جوان و خانواده داغ دیده را بیان کنم. همیشه
دنبال قلم بودم، دنبال خودآگاهی بودم، دنبال دانش بودم که با استفاده از قلم خود این وطن را سرسبز کنم، این وطن را آباد کنم. اما مرا نگذاشتن. ما همیشه رفتیم، دوباره سبز شدیم، دوباره جولان زده و سیقل زده درخشیدیم، اما مرا نگذاشتن. من میگویم که آگاهی از دانشکده بیرون دویده، تا کوچه ها و خانه مردم رسیده. آگاهی از دیوار رفت بالا، مثل سپیده نام شب را کرده رسوا. در زندگی شاید هزاران راه باشد، آدم خودش باید کمی آگاه باشد. دانش دیگر در خانه راه جنگ را بست. من به عنوان یک دانش آموخته، من به عنوان یک که در طول 2 دهه با شکم گرسنه و با لب تشنه از دشت برچه تا دانشگاه کابل میرفتم، درس میخواندم و این هدفم بود که من خدمتگزار واقعی و اصیل جامعه باشم. اما جواب من چی بود؟ جواب دانش آموز دختر من چی بود؟ جواب دانشجوی ما چی بود؟ که در دانشگاه کابل، در مرکز، در پرورشگاه، در ورزشگاه، در سرک، در هیچ جای ما مسئول نیستیم. اما جایی که ما مسئول هستیم شما بگوین، برای من بگوین که حداقل تسکین درد ما شود، من تسکین پیدا کنم، درد ما یک کم از میزانش کاهش پیدا کنه. اما ما در هیچ جای، در هیچ نقطه جغرافیایی به نام افغانستان ما امنیت و مسئولیت نداریم. من میگم، من به عنوان یک دانش آموخته رشته روانشناسی من خیلی کار کردم. خدای من برای نظامی مردم هر حادثه علمناک و دردناکی که در جغرافیای به نام افغانستان و در یک نقطه‌ای که هستی قدرت، که او قدرت فقط دانشت در اونجا تعریف شده، اینا مورد حمله سیستماتیک قرار میگیره. من حداقل رسالت و مسئولیت ایمانی، وجدانی، اخلاقی، انسانی خود را بر خود دانستم که حداقل بر آسیب دیدگان این حادثه که دچار اختلال استرس پس از تروما میشه، که دقیقاً اگر رسیدگی صورت نگیره که اینا مطمئناً زندگی هم بر خودشان تلخه، هم بر خانوادهشان تلخه، هم یک چیف بزرگ از جامعه را اینا متضرر میکنه. که من او خدمات خود را به گونه کاملا رایگان عرضه میکنم. پیام من به جهانیان است، پیام من به جهانیان است که نسل کشی که علیه یک قوم خاصی که در جغرافیای به نام افغانستان سالهای متمادی غیر از عدالت، غیر از مدنیت، غیر از صلح خواهی، غیر از برابری خواهی دیگه هیچ مطالبه دیگر نداشتن. من به جهانیان صدا میکنم که نسل کشی هزاره را برسمیت بشناسه تا بعد از این ما شاهدی پرپر شدن نوزاد خود، ما شاهد پرپر شدن دختر جوان خود، ما شاهد پرپر شدن پسر جوان خود نباشم. شما ببینین این تپه ها مربوط کی میشه؟ این تپه ها مربوط کسانی میشه که اینا جز از عدالت، جز از برابری، جز از مساوات و عدالت خواهی و حق طلبی چیز دیگه را توقع نداشتن. اما چی کردن؟ سرکوب کردن، سرزنش کردن، تحقیر کردن، توهین کردن و ما را راندن. و من به عنوان یک سخن اخیر میگم که اینا کسانی که اینمی عمل شنیع انجام میتن، اینا در حقیقت پا میگذاره روی ارزش های حقوق بشری، پا میگذاره روی موضوعاتی که به عنوان یک اصل، به عنوان یک هنجار، به عنوان یک ارزش در جامعه تلقی شده. ببینید از لحاظ روانشناختی اینا دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی که یک جامعه را از حالت متعادل، از حالت نرمال به یک حالت برمیگردانه که غیر از سوگ، غیر از عزا، غیر از ماتم، غیر از درد، غیر از رنج دیگه هیچ چیزی را بر ازنا هدیه نداره. این هدیه مایه، این پاسخ مایه، این پاسخ سالهای متمادی تلاش و زحمت مایه که حداقل ما به می شکل پاسخ بگیریم. و مواردی است که خیلی صحبت زیاد دارم، اما درد ما، رنج ما مرا از درون میخورانه. دردی که ما گفتم به گونه واقعی ما از پیش نسل کشی رو فقط در تاریخ و کتاب ها و در لای کتاب ها خوانده بودیم، اما ما و شما، همین کسانی که در اینجا حضور داره، ما مصداق واقعی نسل کشی رو امروز دیدیم، به دست خود دفن کردیم. غیر از این دیگه چی میخواین جهانیان؟ من فقط سر جهان صدا میکنم. اگر واقعا اینا
مطالبه واقعی حقوق بشری را در ذهن خود می پرورانه. کنوانسیون حقوق بشر اینا مطالبه یزیر داره که اینمی نسل کشی که سالهای متمادی علیه یک قوم خاص صورت میگیره خواهشان اینا رو به رسمیت بشناسه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.